سلام دوستان، امروز اومدیم با آموزش خفن رام کردن اسب به راحتی در ردت. یه اسب مورد نظر خودتون همین الان انتخاب میکنید که وحشیه. اسب عرب هم میشه ولی خب یکم ریسک پذیرتره دیگه، ریسکی تر کارش. یه تیر کمون میگیرید و نزدیک اسب میشید و اسب رو با تیر کمون میزنید. الان من یه اسب رو انتخاب کردم، بهتون مثلا این اسب مورد نظر من با تیر کمون میزنم، همونجوری که میبینید میمیره و شما یه هورس ریوایور هم داشته باشید دیگه. خب اینجا میندازیمش، نم خودش میفته، فقط روش لگد نکنید با هست که کامل میمیره. خب وقتی که افتاد شما میایید ریوایوش میکنید برای اینکه جون کمی داره و اینکه قدرت کمی داره، نمیتونه زیاد بدوه. این به نفع شما و به راحتی شما میتونید این اسب رام کنید. خب حالا من ریوایوش میکنم، شما ببینید به چه صورت هستش. خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد شما دکمه مربع رو میزنید و این رو به سمت پایین میکنید. لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه.